این نورسون خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه واسه هر کدام کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را خوانده داوطلبانی به دست آوردن راهخط برای اشتراک در دور ولایتی آزمون جمهوری شاهنامه خوانی هستند. از این پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. مشاهده ها نشان دادند که آنها به دور ناحیوی آزمون با تیاری خوب آمدند. رکنیه اکرامووا یکی از این داوطلبان است. من در سال 2024 در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از نامینته ادبیات معاصر جای سزار جای سوم گردیدم و میخواهم که در سال 2026 یعنی امسال در آزمون شاهنامه خوانی شرکت ورزم و خانواده‌ام را و ناحیه خود را سربلند گردانم. من 250 بیت و 500 مصرع از برنمودم. در دور ناحیوی آزمون جمهوری شاهنامه خوانی هر یک داوطلب از شاهنامه نه کمتر از 500 مصرع از یاد می‌داند. این یکی از طلبات نظامنامه میباشد. با چنین مهارت و قابلیت در ناحیه واسه با این آزمون برای اشتراک ورزیدن 1200 نفر داوطلبان نامنویس شدند. از بس که شماره اشتراکچیان زیاد بود، متصدیان مرکز تحصیلات علاوگی آزمون را وابسته به سن سال اشتراکچیان در 3 منطقه به راه ماندند. در این تالار داوطلبان از صنف 1 تا صنف 4 اشتراک دارند. به هیئت کمیسیای آزمون بهترین استادان انتخاب گردیده به مهارت و قرائت اشتراکچیان بهاگذاری کردند. آزمون شاهنامه خوانی که در ناحیه واسه دوره ناحیویش راه اندازی می‌گردد بین صنف‌های ابتدایی، ما صحنه رو می‌بینیم که چه خوانندگان با شوق و هوس با یک خرسندی با یک نیرو آمده هنری خود را، هنری شاهنامه خود را، دانش خود را دایر به شاهنامه پیش حکمان نمایش می‌دهند. این از آن شهادت می‌دهد که مردم ما چون اجدادان خود کتابخوانی را دوست می‌دارند، کتابخوانی را می‌پسندند و همه این از آینده درخشان، آینده شخصانی در این زمینه به کمال میرسند که آینده وطن دوست هستند، آینده وطن خود را دوست می‌دارند. آینده هیچ یک گروه‌های افراطی آنها را به سوی خود کشیده نمی‌تواند، زیرا می‌داند که ما تاجیکیم، ما تاجیکی هستیم که با نام ما امروز و فردا مردم افتخار خواهد کرد. همه خیشتن را چلیپا کند، به پیشی خیردمند رسوا کند. رفتی آزمون را والدان و هم استادان مشاهده نمودند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.